بنابراین اگر ساده کرده گوییم قضیه یمی وارد شدن گروه این است که شما یک اگرود خشرو داشته باشه، اگرود باغچه پر از گل، درخت، پمیدور و بادرینگ و میوه ها و کلوبنیک و همه زیبا شما مهنت کرده، ناگهان یک برزگاوی سرخ و یک برزگاوی سیاه در اینجا جنگ شود. اول آدم کوتاه از فکرش، اول میگه ما طرفداری برزگاوی سرخ، ما طرفداری برزگاوی سیاه، بله شکی مخلصی میکنیم، نیم ساعت کدامش میزند، بعد صاحباشون میوره ای شاخش گرفته میبره، شما نگاه میکنی اگرود نیست. آخه شد اگرود تمام، نه کلوبنیک است، نه پمیدور است، نه بادرین، به خاک یکسان شده است. این همی قضیه همی خیلی است، سوریه واسه همی خیلی است. خطر گئوپلیتیکی گروه های افراطی به این معنی است که تجربه این همی 100 سال اخیر همی گروه ها نشان میدهد که اکثر این گروه ها ساخته دست قدرت های گوناگون سیاسی هستند. این خیلی است که شما دیده یک گروه ریشدار و سلاحدار در کوه فکر همین قدر است و همین از خودش خیلی ما میزنیم نیست میکنیم. پشت هر یکی از این گروه ها قدرت های سیاسی استاده است، قدرت های اقتصادی، ایدئولوژی، مالیوی، مذهبی، امنیتی استاده است. برای همین وقتی که او گروه شاملی یا داخل کشور ما میشد، یعنی دستی همو قدرت ها داخل کشور میشد. همینجا شفهمیده؟ یعنی خیلی نیست که خودش بیاید خیلی یا سازش کنیم یا بزنیم، خیلی نیست. وای در پشتش همو صاحبش استاده است، ولی در این مطبوعات و رسانه ها میگن خواجهش است، خواجهش است، خواجه خود. یعنی مثلا هر یک گروه رو سازمان امنیتی یا وزارت امنیت یا یکون دولت یا یکون تشکیلات سیاسی کلان دستگیری میکند، روی راست دستگیری میکنه. یعنی طالبان ببینید چند دولتی عربی دستگیری میکنه، آفیس دو دست از سوی او نمایندگی میکنه. خلاصه چی میشد اگر این گروه ها وارد کشور شوند؟ خلاصه میشه که کشور ما میدانی جنگ و روبرویی گروه های یک دولت های کلان میشد. انا اون در حالت از بین میرد. شما بینید در همین سوریه فرضاً گروه داعش داخل شد با دستگیری امریکا و اسرائیل و دیگر کشورها. از این روسیه، ایران ما مقابل داعش گفته وارد سوریه شدن. در نتیجه همین سوریه میدان جنگی قدرت‌های کلان شد. همین واسه من همین شب یک خریطه عجیب یافتم، اگر التماس شما وقت کردید میره بینید تقسیم سوریه بین قدرت ها. همین حاضر سوریه بین 6 قوه تقسیم شده است. این کشوری میده که سوریه من اینجا با خط رنگی سرخ کرده است که حدودی زیر کنترل روسیه و ایران، با یک کبود که حدودی زیر کنترل ترکیه، با حدودی زیر کنترل کردها، حدودی زیر کنترل امریکا، با یک گوشه‌چش حدودی زیر کنترل القاعده. 6 قسم ده تقسیم شده است این یک کشور سوریه. این نتیجه داخل شدنی گروه ها. دوم میگیم که خیلی شاید روسیه، چین کمک میکنه، آزاد میکنه، ولی همین مفهوم آزاد کردن هم عجیب. شما می اخبار بینید میگه که این شهری حلب سوریه از داعش آزاد شد با یاری روسیه. بعد می اخبار اگر نگاه کنیم میگه این شهر کنی با خاک یکسان کرده است، در جای شهر همی چند ویرانه مونده، میگه آزاد شد. یعنی از موجودیت آزاد شد دیگه. یعنی منظور این که با امید هیچ کس شدن در کنه کشور نابود میشد. این اولی همی غزه دیده چه خیل میکنن، همین خیل بمب بارون میکنن که همین خیل شهر نیست میشد. یا که نمی جنگ روس و اوکراین، این همی وزیر اخبار است که هر شب که شهر اودیف که روسا آزاد میکنن، گیم در نخونه آزاد میکنن.
شما بینید که همون شهر حتی درختاش سوختن که یک چوب مونده است، یکون درخت نیست تو، یعنی سلاحی موثر انم خیلی است، بمب موثر همین با 300-400 متر میسوزاند. بنابراین آزاد کردن این معنیش نیست که آزاد میکنه به شما کوچه هاش خندیده میگرده، اصلا نست میکند همون شهر که آزاد میکند. بنابراین اگر ساده کرده گویم قضیه همی وارد شدن گروه های است که شما یک اگرود خشرو داشته باشه، اگرود باغچه پر از گل، درخت، پمیدور و بادرینگ و میوه ها و کلوبنیک و همه زیبا شما مهنت کرده، ناگهان یک برزگاوی سرخ و یک برزگاوی سیاه در اینجا جنگ شود. اول آدم کوتاه از فکرش، اول میگه ما طرفداری برزگاوی سرخ، ما طرفداری برزگاوی سیاه، بله شکی مخلصی میکنیم، نیم ساعت کدامش میزند، بعد صاحباشون میوره ای شاخش گرفته میبره، شما نگاه میکنی اگرود نیست. آخه شد اگرود تمام، نه کلوبنیک است، نه پمیدار است، نه بادری، به خاک یکسان شده. این همی قضیه همی خیلی است، سوریه واسه همی خیلی است. همین نشان میده شهرهایی که آزاد شده است همون اگرودی که دو برزگاه همی خیلیش کردن، روسیه و امریکا. اوکراین هم خیلی، ولی اوکراین آزاد، امریکا هم آزاد کنه اوکراین به خاک یکسان شد، روسیه هم آزاد کنه به خاک یکسان شد. یعنی این هر دو طرف باخت است. برای همین مهمترین وظیفه همین است که داخلی می کشور نشوند. انا پیشگیری، بینه کلمه است پیشگیری، نه اینکه اگر داخل شوه خیر روسا میگیم که خیر بمب بارون کن شهری کلا با آزاد کو و بمب بارون که نیست میشه شهر. بنابراین این خیلی بازی نیست این که گیم ما شریک و استراتژی داریم و حمایه میکنن. مهمترین حمایه این پیشگیری، شامل نشدن، راه ندادن، نه فکرشه نه خودشه.